هم با این مینیبوسی که اینجاست میشه رفت، هم با این اتوبوسه میشه رفت. گفتم اول یه غذایی بخورم، بعد راه بیفتم تو شهر ببینم چه خبره. داشتم دور میزدم، یه چند تا اسنک فروشی اینا رو رد کردم تا رسیدم به دونر. گفتم انتخاب خوبیه. با این شروع کنم، فعلا خودم رو شارژ کنم تا حالا بعدش برم ببینم چه خبره. داشتم میرفتم سمت هاستل، یه دفعه این بازاره رو دیدم. گفتم میام یه دوری بزنم ببینم چیا داره. ما یه همچین بازاری تو گرگان داریم، اسمش بازار نلبندانه، همون جایی که عمو حسن هست، اون بازار نلبندانه. من مشابه اینو توی کرواسی هم دیده بودم. اینجا هم جزو کشورهای حاشیه بالکان دیگه، به اینا میگن کشورهای حوزه بالکان. کرواسی هم جز بشه. واسه همین از این جهت یه تشابهاتی دارن. اومدم هم بازار رو ببینم، هم امید داشتم مثل بارسلون بتونم مثلا یه ظرف هندونه قاچ شده خنکی پیدا کنم. یه گربه خوشگل اینجا بود، حواسم پرت کرد. خب بریم سمت هاستل. بریم هاستلمون رو پیدا کنیم، بعد این کوله رو بذاریم و دیگه بریم شهر رو بگردیم ببینیم چه خبره. این آرم کثیف مکدونالد هم اینجاست. و یه چیزی هم که توجه منو به خودش جلب کرد، تعداد زیاد کازینو اینجاست. تو همین کمتر از یه ساعتی که رسیدم چند کازینو دیدم. سبک معماری هم که خب مثل اروپای شرقیه. دقیقا میخواستم بگم مثلا کجاها کرواسی. داشتم فکر میکردم که اینو کجا دیدم، بعدش فهمیدم اون کشوری که داشتم فکر میکردم کرواسیه. حوزه بالکان تقریبا مثل همه دیگه. شاید بیشترین تفاوت تو بوسنی داشته باشه چون مسلمونن، یه خورده از این جهت کالچرشون متفاوت باشه. اینجا دیگه فکر کنم داونتاونشه. از اینجا وارد داونتاونش میشیم. برندهای لباس رو دارم میبینم و دیگه یواش یواش مغازهای شیک و واکینگ اریا و این همه نشون میده اینجا سیتی سنترشه. بچه نگوش کن، پادشاهی میکنه. خب از اونجایی که از شواهد و قرائن برمیاد ما حاصلمون اینجاست و چه جای باحالیه. حتی عکساشو دیده بودم، مشرف به این رستوران ها بود ولی فکر نمی‌کردم انقدر قشنگ باشه. Yeah, sure, I will do this. خب اومدم رسپشن هاستل، رزرو کرده بودم. الان اومدم که باقی مبلغ رو بدم و اتاق تحویل بگیرم، یه احتمالاً دوشی بگیرم، یه لباسی عوض کنم و بعدش برم ببینم تو شهر چه خبره. گاردنش هم که خیلی قشنگ بود، جای ترتمیزیه. امتیازش که خب بالا بود، انتظار همچین چیزی رو داشتم. خب این بنده خدا اسم ما رو میزد تو سیستم، میگه بابا من پیدات نمی‌کنم. بعد گفت کدوم هاستل بود؟ گفتم که مثلا ایمیلمو چک کردم، گفتم هاستل فلان. بعد گفتش که طبقه بالاست، اینجا یه هاستل دیگه هم هست، اینجاست. الان من این هاستلم، بریم ببینیم که این چطوره. هاستلمون این بود، ما اشتباه رفته بودیم اونجا و اینجا کار چیزم انجام دادیم. رسپشن اومدم و کانفرمیشنش هم انجام شد و میریم اتاق بگیریم. What's your name? Anna. Okay, nice to see you, Anna. So let's go to see the room. خب این اتاقمونه.
همونطوری که تو عکس دیده بودم خب خیلی ترتمیز انصافا. این کمدیه که من گرفتم، این تخت منه شماره 5م و اینم بالکن زیباش، یعنی واقعا بالکن زیباش. چه ویویی داره، آدم دلش میخواد زوزه بکشه. قشنگه، واقعا ویوی قشنگی داره. اینم وضعیت حموم و توالتشه، ترتمیزه انصافا. سشوار و حمومش هم تمیزه. زدیم بیرون، یه برج اسکلت یا برج جمجمه است که الان میرم سمت اون. اگه شانس بیارم میتونم ببینمش. اینم پرچم کرواسیه. و موزه تسلا رو احتمالا میرم، احتمالا که نه اصلا میرم امروز. اون تا ساعت 8 بازه، اونو در صورت میرسم که ببینم. چه دیزاینای خوشگلی داره انصافا رستوراناش. واقعا اینجا جای قشنگی از شهره. این تمای اینجوری واسه کافه ها خیلی قشنگه. از اینا تو برلین هم خیلی زیاد پیدا میکنیم. کجا بود؟ وین بود. وین هم من از این تما زیاد دیدم، ولی برلین خیلی بیشتره به نظرم، هم بزرگ. خب یه اتفاق جالب افتاد. الان اومدم گفتم که چطوری میتونم بلیت بگیرم. گفتش که اینجا تیکت های مختلف هست، مثلا روزانه آیه که این مسیری که تو میخوای بری آ90، اینو اس کن به این 9011. گفتم خب من اس کنم پولش چطوری کم میشه؟ گفت از فون پرووایدرت کم میشه، یعنی اون جایی که سیم کارت داری چارج میکنه پول بلیت تو. خیلی واسم جالب بود، همچین چیزی هیچ جای دنیا ندیدم. اینم الان تراماشه که من این شماره رو میگیرم یه چند تا ایسکا میرم جلو. اینم L90 بچه‌ها، همین دقیقاً خود L90. اتفاقی که افتاد اینه که من مسیر رو برعکس رفتم، دایرکشن رو. یعنی من باید دایرکشن اونور رو سوار می‌شدم، اشتباهاً دایرکشن اینور رو سوار شدم. 5-6 ایستگاه گذشت، گفتم خدا چرا نمیرسیم؟ گوگل مپ رو نگاه کردم دیدم داریم دور میشیم. فهمیدم سوتی دادم. و امروز هم به برج جمجمه یا اسکله دیگه نمیرسم. الان میرم موزه تسلا. خب این سری دیگه ریسک نکردم، دایرکشن رو پرسیدم و گفتش که همین دایرکشن درسته. 3 تا ایستگاه از اینجا میریم و بریم موزه تسلا رو ببینیم. بریم که باشیم. این اتوبوس‌های سیر و سفر بود قدیم و سقفش باز بود، اینجوریه. دارن قایق میبرن. جالبه، تو شهر ندیده بودم حالا چیزی به این بزرگی رو ببرن. داریم میریم به سمت موزه تسلا. فکر کنم اینه موزه قاعدتا. بله خودشه. این عکس آقای تسلاست و اینم ورودی موزه. موزه آقای نیکولای تسلا، دانشمند معروف سرب تبار آمریکایی. این برقی که ما امروز داریم استفاده میکنیم و مدیون ایشونیم. تسلا نقش کلیدی داشته توی جریان برق متناوب. ما 2 نوع برق داریم، مستقیم و متناوب، که ما از برق متناوب داریم استفاده میکنیم و این یکی از اصلی ترین توسعه دهنده هاش تسلا بوده. بریم تو ببینیم چه خبره. کامان آقا، ما رفتیم آب گرفتیم برگشتیم، یکی نذاش بریم تو. گفتیم چی شده؟ گفت ما ظرفیت تکمیل. Yes or no? No. The guy just told me that this is full, so I have to come tomorrow, yeah? And what is the first line? You can try. Thanks a lot. Bye bye. For nothing, I guess. All good man. Bye. So نشد، رفتم آب بخرم برگشتم پر شد. همین چیزا قشنگه ها. It's full. It's closed? It's full. It's full. It's full, yeah. این بیچاره هم با من بودن. باور نکردنیه به همین سادگی. So
تسلا نذاشتن ببینیم دیگه. میبینی فردا میام. من اتفاقا برنامه‌م این بود که فردا صبح زود برم سمت بوسنی، ولی دیدم که هیچ جای این شهر رو تقریبا ندیدم و ارزش داره که بمونم و ببینم و فردا هستیم در خدمتتون در بلگراد. خب آقا تسلا که ما رو راه نداد، نطلبید. بریم بزرگترین کلیسای ارتدوکس دنیا رو ببینیم. امیدواریم که این یکی بالاخره یه مکان اسپریچوال مذهبی ما رو بطلبه. ببینیم آخرش ما قسمتیش رو توی این بلگراد امروز یه جایی رو بریم ببینیم یا همینجور تو خیابونه شیخ میزنیم. یه چیز جالب، از چین تا آلمان تا الان اینجا بالکان این نماد آرایشگاه‌ست. بعد یه لحظه یارو اومد سمتم، بعد ما هم نه این که از ایران اومدیم یه لحظه این نکنه گوشی رو میخواد بزنه، نمیدونم کاری میخواد بکنه، بنده خدا چیز شده بود. شیرینیایی داره، آب داشت از اینجا میچکید. Hey, oh it's okay, I'm just recording. خیلی خوشمزه است. این لعنتی رو نگاه کنین. وای اینم که اصلا آلبالو داره توش. و یه کازینوی دیگه. می‌بینید چقدر کازینو داره؟ کلاً جاهایی که اقتصادش ضعیفه تعداد کازینوهاش بیشتره. اینو از من بشنویم، منی که این همه جا رفتم. هر جا اقتصاد ضعیفتری داره یا شکاف طبقاتی پولدار و فقیرش بیشتره، کازینو خیلی زیاد داره، چون مردم دوست دارن یه شبه پولدار شن. بچه‌ها اینو من تو کشورهای مختلف نشونتون دادم. یادم آخرین بار تو جنت بلژیک بود. این مکدونالد، خب سگ بشاشه به مکدونالد، این که مورد اول. من نه غذاشو دوست دارم، یعنی واقعا غذاش تعریفی ندارین که میگم من دوست ندارم، غذاش خوب نیست واقعا. حالا این همه شعبه داره تو آمریکا به خاطر ارزونیشه، اروپا هم هنوز نمیدونم چرا. ولی این مکدونالد خودشو با معماری اطراف تطبیق داده. فکر نکنین که چون پول نداشته اینطوری کرده. من الان یه خورده پایین‌تر، چند تا اتوبان پایین‌تر، یه مکدونالد خیلی خیلی شیک دیدم. ولی این چون تو بافت قدیمیه ملزم بوده که خودشو با اون بافت تطبیق بده، نمیتونه بیاد یه رستوران شیک بزنه. تو ایران هم همچین چیزی داریم دیگه. این اکسچنج آفیس. و یکی دیگه خیلی زیاده، همینطور هر چقدر رد میشی بازم میبینی خیلی اینجا قمارخونه و کازینو اینجور چیزا زیاده. نگو یکی دیگه. آره یکی دیگه. الان تازه میخواستم گوشی رو خاموش کنم، یعنی استاپ کنم ریکوردینگ رو، دوباره یکی دیگه دیدیم. بله و این است بزرگترین کلیسای ارتدوکس جهان. یه 2 دقیقه حواستون به این خانومه که داره رد میشه نباشه، میدونم تیک است، ولی این کلیسا رو ببینین. این بزرگترین کلیسای ارتدوکس دنیاست. ارتدوکس یه مذهبی، یه شاخه ای از مسیحیت که مذهب رسمی فکر کنم روسیه است اگه اشتباه نکنم و بسیاری کشورهای دیگه. حالا 20 دقیقه رو پیدا میکنم آتش میکنم به این گزارش. یا خود خدا این چیه؟ این اگه کلیساست، اون چیزایی که من تا الان دیدم پس چی بوده؟